الان بچه اومدین 99 شب با کارن که اون میشه گفت یه یوتیوبر، حتما کانالش رو سابسکرایب کنید. اسم کانالش لونه، لون به انگلیسی. بابا من اسم کانالتون میدونم، تو نمیدونی. منم که خودتون میدونید دیگه، حتما این چیز سابسکرایب کنید. خب بچه ها داریم میریم تو کلاسی ببینیم چی کار میکنیم. بچه حتما که دوست داشتید میتونید اسم روبلکستون رو بدید، من اضافتون کنم. اسکینم هم که دارید میبینید. این بعد چند سال و چند وقت و چند ماه- آها همون بالا سرت به شانسی داد. اوکی. بچه‌ها، به کارن چیزش نداد. چی میگی؟ من چه بدونم. خب بچه ها صدا کارنو میشنوید دیگه حداقل. فکر نکنم صدا کارنو بشنوید. بچه خودکشی کنیم. اها. تا بعد چند وقته من دارم یعنی 90 شب بازی میکنم چند وقتی دارم میذارم تو یوتیوبم. بعد همون ویدیویی که تو روز 80 براتون فیلم گرفتم. چرا همش پیش یه دونه ای خسته شدم. بچه ها میشه تو کامنت هم لطفا ننویسید روباکس بده، چون من روباکس ندارم. دادم به دختر خالم و و یکی دختر خالم رو هک کرد و هم لباسشون چیزاش رفت. لباسش رفت، حالا پولاشو نمیدونم. یکی یه بار فقط هک کردیم. اه، کاری میگم تو دختر خاله داری؟ من نمیدونستم. رانیه که دختر خالت نیست. آره. آخه دختر عمته. نمیدونی عمه چیه؟ ببین مثلا اه، مامان من خب خواهر باباته، پس میشه عمت، ولی اگه مامان من خواهر مامانت بود میشد خالت. فهمیدی؟ واقعی چیزی. بچه بگید حتما، من خیلی هم عالی گفتم. آره. هی. بچه خب بچه ها من الان برمیگردم، همینجا منتظر بمونید. من الان بچه خودتون میدونید که من تو آتیشم، همه الان داره میگه خفت بشید و من اومدم بچه. خب بچه
راستی توی ویدیو چی بود نوشته بود کدوم تویی تو کدومی تو همون ویدیویی که من و دختر خالم با هم یکم رفته مد شده و اینا رفت هر کی هست تو کامنت ها بنویسه کاش که من با کامپیوتر بودم میتونستم تماشای زنده بگیرم ولی خب متاسفانه با گوشی هستم گوشتم خودت هم با گوشی یاد نخواه مثلا تو آتیشم دارم وسایل نه من نمی‌دونم. ببینید بچه ها من اول بازی 2 تا جون دارم چون که دکترم دیگه به کمتر از 1 ثانیه مردم رو زنده میکنه پس اگه میخواید با بیاید 99 شب صدا داره برای من خودم میگم شادلین 2 تا 8 3 2 0 نه یعنی شما اگه میخواید تو کامنت ها اسمتون رو برای من بنویسید من خودم اضافتون میکنم اضافه چون شاید بعضی بلاز نبودن بنویسن شادلین بنویس حالا جوین اینجا یه جعبه باز کنم یا نیزه بده یا اه، تفنگ بده من بچه نجات بدم دیگه من که فقط عادت دارم جون جون. میگم اگه صدا داره چه خوب شد همون کسایی که میگی همین فیلمو دارم میبینم یعنی ببینم شما مدرسه‌تون چیز داره یعنی کارن ما یا بقیه مدرسه‌تون ناهارخوری داره سالن ناهارخوری داره آه. وای مردم کنم مردم اینجا غذا نیست اینجا غذا نیست واسه خودت شاید اینجا غذا نیست خودتون شاهدی خب بچه‌ها، فکر کنم بازی دیگه تموم شده باشه بعدا یه فیلم دیگه میگیرم خدافظ